گوسفنده قرقل دوست برای چطور مقبول است. خدا سلام دوستان، با زیبایی همین گل سرخ تقدیم تک تکتان. انشالله خوب باشین، جور باشین، سلامت باشین. هنوزم مسیر نامعلوم پرسال میکنیم، میگنیم تو بچرخ دست راست، باز میریم دیگر روز میگه دست چپ چرخیده برو، دیگر روز دست راست چرخیده برو. ولی ما هم گرد خود چرخ زده میریم، ولی خوش میگذره. هر جایی که میرین یک طبیعت زیبا، یک جای عالی، فضای آرام، دلنشین، خوش میشیم. هنوزم روان هستیم در جایی که مثلا بوی آباتی بیان نیست. فقط نمیفهمی اینجا یک تعداد هموطن ها میان اینجا کار میکنن، هیچ حساب گم میکنی که از کدام سه موترسیکل از یا سر خر میان، خر سایس یا مرکب میگن یک تعداد سر زنمو میان و میرن دیگه، نمیفهمی که از کدام قریه از کدام قشلاق میان. ولی ما با گفته خود از هنوز قشلاق پیدا نکردیم و ماشاءالله کشت زراعت خیلی عالی است. انشالله که خوب باشه. نه ما که گفتم میگن نه چی پیدا کردی؟ نه چوچه که چی را پیدا کردم، همون گپ بچه ایره برده بالا انداخت زیر، ای که میده شده ایره خوردش کدام چیزی. ما با چی رو زیدون من نمیگم. بگی دیگه بگی. خب چی را؟ سنگ پشت. سنگ پشت. این تو گپ ها سنگ پشتک. خار پشتک. این تو گپ ها هست دیگه. میبینی از دستی که گیا چی چی جمع است؟ که در ایسا باشه تو؟ از دستی که زور است ای گنده میشه نمانده سوز کنه. زیاد هم هست خود دیگه، کل زمین را میگرفته دیگه. اصلا نمیره کشت کرده باشه. نه بسیار خطرناک گیاست، این چسب داره. چی؟ دیگه رقم است. سیکل ها بخیر رقم شرش داره. چی میکنه؟ همه خشک میشه که میگرده در بوت و جوراب و نمیفهم در کل چیز میچسبه، هیچ گشته نمیشه که دو. واه واه بسیار رومانتیک نشدی تو بچه دیم بعدی ها؟ تشکر. نه فضا دسته رومانتیکه. گلای مقبول جور میکنی. ما کدام آموزش دیدی، درسش خواندی؟ کدام رومانتیک است، ما خودم هم رومانتیک است. نه او 100% رامکی صاحب خودت خب واقعا در 100% چی هستی؟ رومانتیک هستی. ما سرم بچه یک ذره مشکوک شده، مشکوک شده گفتم باش یا ده اواخر یا آخر گفتم که دستای نامرئی کار نکرده باشه سرش. ام مردکه دیگه وارد گفت نیروهای نامرئی وجود داره. بچه هم اونجا سر گپ گرفتنش الان کل قصه زندگی خدا رو میکنه. دو تا از اونجا آمد. واقعیت خوب آب و هوا دوستا، فقط آب و هوا لذت بخش است، خصوص تپا و کوه، جای گندم کش شده گندم نشده، غیر از او سبز و سبز است و یگان گل و علف است. فقط تنها چیزی که زیاد یک ذره به قول بنده خدا مشکوک به نظر میرسه است که ما چند روز است دور خود چرخ خورده رایستیم، در آبادی نمیرسیم. یک قریه کروز که دیدیم دیگه چی است، همین حالا پیشتر تا جایی که من حس میکنم از پشت از او کوه رفتیم موسو دور شد، یک را اوسو یک را اوسو یک را ایسو نه ایسو که آمدیم باز دور شد، از دور که ترزیم باز آمد دی دورای دیگه شد، باز اونجا که آمدیم آل دی کنج تپه ایسو هرچی که میدویم خدا خیر پیش کنه. پیشتر هم تو که من زیاد دقت کردم شیرین گفته که اوت میره
وقتی مال نگفته باشه که اگر قرار شد پس بریم نیم ساعت 40 دقیقه دیگه باز دوست بریم باز معلوم نیست در این راهش است یا در اون راهش دیگه خدا خیر پیش کنه. فضا و موقعیت خوب است ولی اینمی که یک ذره عاجز بشه میره گل با زحمت نشه گل دست آروس گل دست آروس ساعتش دیر است صحیح بشی دیگه نکو دیگه بوی نکو تو دیگه چی باشه میگه گرنگ باشه اما سبکی نکو دیگه در روز اول ظرفشتن نرو چی کن صحیح باش خاندان دانت جنگ نگی صحیح دانت پود بگی میکباید میپره نزدیک بشی صحیح ناز که یک ذره چی ناز کنیم اینجا چطوره شترخوار چطوره یک دانه برش زنی هم میموندید منم بخی بسته شده پیشوی تو مامره این یکی دیگه بینجی دست جمعیست خوب بریم بچه اون برای بگیریم به خاطر که سفته و دوستا از یاد نشن اشاره که در ساعت استیدیو بسیار میبخشه بچهش ما متوجه نبودیم وای 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 گل ریزه ریزه گل دست دست اینجا دوستان کل گلای زرده یک ذره خورد خورد اگه در تصویر بیه اینجا والا اینجا خوب سبزه داره حتما اینجا چی هم هست خوب جایی شاید کدام گذری او تیر میشه این سبزی خیلی خوب داره گندمش هم قوی است سعیشن بدل خودت باشه بابا طوفان طوفان بدل خودت باشه خودت که راضی بودی از زمین آزمت موقعیت دیگه ما هیچ خیر ببینید تو راضی باش ما راضی خودت هم راضی سلام کیسب ما به حساب راضی به خاطر از اینکه فولاد راضی ما راضی به خیس دیگه مثلا مزی گفت می گلم تقریبا ویلا که گپ مشیاده زمین تو مزیس گل فراری بودی ها و بچه گلم ما در شار که رسیدیم اونو میگیرم از پیشتان باز نشکر تو شار به شار میرسیم نه هم شار میکنی من خودم بخیم راه ما گم کردیم که کدام طرف بده ما مدا قریه را ببینیم دیگه ما میفهم که خدا پیدا کردیم یک چیز از بچه ها این نامرد میبره ها چی شد کی نه بعد نه نام کلمه نامرد نوجوان کی نه میرامه کی چرا به خاطر که اونجا یک لقمه گوشت دیده بود قریب ما رو الا کنه آها میگه من میجاستم آها شما را خیلی نه او مرا گفت که گندی ولایت نمیشینه تو بشی تو پیش یا نه تو پیش یک بچه خوب هستی ما خر هستیم دیگه خدا نکنه والله بیار چی است بیاین چیز اوه خدا چیه چلپاسک ها چلپاسک چلپاسک یه عقل کل مچم نه چلپاسک خود میباشه آجی نه شکر دیو بچه والا کلو برو چی گفت رار خشتبان آمدی پرتان کردم از بیادر خب خواه چی میگن گفتی منطقه مرخوره مرخور مرخور آفرین دیگه باز گفتم که یه چرا چیزا نام از زیر مرخور چرا مانده گفت ویجا در زمانه قدیم گفت زیاد مور داشتم می علف این چیزا گفت سوز نمیکرد میخوردش با او دوا دادم این چیزا گم شد نامش مرخور فلسفه اینجور چی میکنی در کجا رسیدی فعلا گفت که چیز مانده است دو روز رای دیگه در یک گوسفندی مانده است سلامت دیگه تشریح نتی دیگه تشریح نتی این گل چقدر از بابا برای چقدر فراریسی نزدیک گل شما اینه پیش قرار رسیدیم نه مگم رایش خوب عالیست یک ذره اینجا خوب شده روش یا خرابی است که دوستا اگر باران کنه رفت آمد خیلی سخت میشه یه رفت آمد نمیشه دیگه گلیه که میچسبه یگان جایی که تر بودم موتر تیر شده بود اون فکر کنم تراکتور تیر شده بود نه تراکتور بسیار کنده بود جای جر جو جور کرده بود سبزه خورک هم میشه ها سبزه خورک سبزه خورک اینجا خوب گنجشکای ریزه مقبول بود سیاه و سفید این مقداری ها داشیگک چی یک تعداد ما داشیگک بگیم داشیگک یک تعداد کسا بوتشینک بوتشینک عزیزشان بوتشینک میگه نه موضوع
بوتشینک مردم کبارشون میگه. بسیار مقبول بود دیگه اون چشته بود. میبینی سبز است. این جنگل است که جنگل است که تو والای جنگل است که. حتما دمی سمتا باران هم زیاد میشه. چه وقت؟ یعنی سرک پسیش دور خورده؟ نخواد. ها. نه یک تاموس رفته. یا ما دوست رفته. نه همی دور خورده اوسو. ها همیست. همی دور خورده اوسو یک متسکیل است. بیاین یک چند دقیقه خوشکار کنه. این حال شما شو سنگ پشت شده. بچه ها از بس سبزه رفته. خوشکا خوش نمیره. نه بیا باش که بچه بیا چی؟ بگو وقت ناوقت میکش میکنن. امی رامکی صاحب وقت و ناوقت خیلی تاثیر داره. خب یک تعداد کس باز امی سابقا ما چون خود زمین داشتی نداشتی درگیر یک کار دیگه بود و دیگه و دوم دیگه امی باران هم تاثیر داره سر از اینا. خب شاید حتی فرق کنه که می بچه ایر بار کشته تیرما ایر بار کشته دیگه نه تیرمایست. تیرمایست خیانمو بچه در باران هم تاثیر داره. بعض وقتا کس در زمین خمور رقم است نمیفهم چی میگه یا او میرسه یا نمیرسه یا باران میرسه یا نمیرسه. مثل که اینجا گبرک بشه یک تعداد کد میاره چیز میکنه پاش میتنه واسه میکنه که باران نمیکنه. از من میقبود دیگه که صحیح بود اگه نبود اینال از ما باش. خب این گندم خب پسان خوب میشه هم رقم میشه. خب این رقم است میده که تیرمای سالی را کشت میکنن. خب یک روز یا 2 روز که از او گندم مثالی تفاوت کنه باز در اول بار فهمیدی 20 روز 30 روز از او که در پایین میباشه. اینه سه کوچه خامور مامور گفتم تفاوت‌ها در کشتش میاد. ها اون خالده میکنه فکر میکنه که بلد نیستش. چی باشه معلومات معلوماتی که دادی دیره منم دیگه نتی نه بگو دیگه نتی بار آخر دیگه باید بفهمم خودش. از این معلوماتی که دادی در خبره که نو در خبره که نو خنده میکردی بچه که دیره منم ما تو دیگه معلومات نمیتیم دیگه معلومات نمیتیم. میگم دغه روان یو دغه معلومات راکوه. حالا خو یک معلومات به تک نظریه به ترام. زه درته وایم چې ډیره مننه دغه معلومات دي ته نو ولې په غوسه ولا نه پوهیږي ما خو نه درته ویل چې معلومات ما راکوه پوه شوې رامکی به چینل تغییر داد دیگه. دا مځکه داسې هغه ده شودیار سوی شی نه ده پکې کرلی که نه د دې علت شی د معلومات راکړه. خو معلومات نداره. ما واجی ویلو چې معلومات نه ورکوم اجی دیگه معلومات نمیتیم. نه دیگه نشته. والا که دام کرلی دیگه دا زیره ده کم دا اوه بخی خشایده بانو که باشم اونجا دا زغر ده زغر سه شایده برم زغر از نزدیک دوستار نشان بده. نشان داده پالیش برو دوستا اینی چی است پیشتر شیر خود دیدین در برنامه قبلی زیره را اینی زغر است اینی لالا اینی یکاش نورگل لیلا کو اینی 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 نه اینا باز سبزه آمد رامکی صاحب. سبزه بناز می آیم تو می آهنگ تک بخوام بیای طرف بری اول دون بلند آواری رفتیم با ایجا اینجا سکتو اینا دور بر ما سبزه آمد برو شروع کن. سبزه بناز می آیا سبزه بناز می آیا مخرم راز می آیا
رامکی سر بیشی بیشی گلواره خواندن بلبلواره بیشی بیشی گلواره خواندن بلبلواره خودت گل هستی رامکی سر دیگه چی جان جان میدانی تو پیزر میدانی شو شو مردان سبا عشق نمانه دیگه یکی خواندن که میکنی خب ما اگه سعی کنم اگه یاد ندارم اما که میفهم خواندن که میکنی اما لهجه خودت تغییر نده فرض مثال میگه که میآیه تو چی میگی میآیه خویی خواندن اصلا اما ترست تو خواندن گوش که خودت فهمیدی باز دیگه کجا رفتی؟ وای خدا یار بچه مثلا بگو بیشه بیشه گل واره خواندن بلبل واره انا تو میگی بیشه بیشه گل واره خواندن بلبل واره تو یک کار کو یک چند روز برای یک صنف درسی جور کو جور میکنی میری؟ اونو دیگه هم باشه او دیگر که لط کرده بودی شیرینه آه شیرینه که از خودش اوست. استاد پروفسوره آنه؟ وای کجا رسیدیم کجا جای میریم رسیدیم. چی گپ هست چی گپ نیست دوستا شما بگوین بر ما خیلی هست باش اینجا بریم که نه سرک هم تو رو برو رفته آه نه رسیدیم بچه رسیدیم میفهمی از این گردنک تیر شیم میسو معلوم نیست خب شهر می بازار خسته می نباشی وقت تو خیلی زحمت کشی تحقیق کردی گپار گفتی چندین کوی دیگر بگذارانی ای بچه کجا شد این خدا گم کرد و اینا رو باز میای باز که نه دو درن نرفته باشه خبر نه نه دیگه در درخت میبینه شما برین خوب ما ورگرته بیاریم میبینه که ما خویس آمدیم دیگه در درخت دیوانه واری نمیره دره رای محترم نبود دیوانه اینه دوستا دیوانه است نیگون ماشاءالله از ما چند روز میشه که ما در حرکت هستیم شکر خدا کلش کشت و زراعت گندم و فعلا نمو جو و زغر و زیره و کل از این دوستا درست است همو دیاقین یا کسایی که کشت میکنه فایده شما میگیره ولی این فایده تمام مردم افغانستان است اگر ما شما گندم اینجا حاصل خوب بده همو دهقانایی که هستن یک مقدارش خودشون میگیرن به واقعش سودا میکنه کل مردم افغانستان از این بهره میگیره یا زیرکی است زیره را کدام 1 کیلو 2 کیلوش یا خودشون الا مصرف کنن کدام زریش بانن برای تخم دیگه زیره کلش ارزان میشه در بازار ارزان میشه هر کس میتونه ایره بخره اگر نه که قیمت باشه باز دیگه هیچ یا بر از دیگه طرف از یک شورا به اوه معلوم نیست چه رقم می باشه کل از این سرمایه وطن است ببخشید دوستان تعداد کردیم قصرات میریم که بیچاره مردکه را بیخی مانده ساختیم میریم با شما اونجا میشینیم دیگه تا که بچه ها بیان دیگه چقدر پیاده روی کنیم چقدر بریم یک شیرین داشتیم شیرین هم گم شد موتور پس نرفته گفتم آجی گفت ما میرم پس دیوانه است نه کجا بره خود نمیفهمم دوستا اگر اینجا که ما آمدیم از پشت ما بیا یا پیش شوه دیگه ما گفتیم که زیبایی را شما ببینید نه ای که او قرار خو کنه خوش میبره زیاد جادام خاکی شد دوستا ما که گفتم اینجا زمین زیاد است کسی دقصش نیست من بین گندم تو چی جور کرده راه جور کرده متاسکیل برده ابو تو رفته بیخی داخل چی رفته ببینی داخلی دره رفته این آمد دوستا بخیر باشین سلامت باشین دیگه شما همراهی ما کنین تشکر از اینکه هستین قربانتون دیگه افغانستان هم شما اینمی تو قدم به قدم پیاده و سواره و به هر قسمی که شد ما شما میگردیم یک سفر دوره‌ای داریم دیگه شما فقط همراهی ما کنین بخیر باشین سلامت باشین بیاین که بریم
دوستا بازم سلام. بالاخره بعد از چند روز و بعد از کل بوده و ایس و اوس و سرمنگسک و گیچکاری و نمیفهم دیگه بچه ها بخی هیچ گپ نمیزد، ناامید شده بودن که کجا میرسیم کجا نمیرسیم. رامکی چی گپ باز؟ رامکی هیچ گپ نمیزد، خصوصا صبح تا بیخی دیگه گنگس بود. فولادم همون تو یگان دفعه که یگان چیز میگفتیم خنده میکرد دیگه خلاص بود دیگه. خدا رو شکر روبرو بسیار قریه و آبادی کلان معلوم میشه. سرسبزی است، سرسبزی از که سبزی که در کوه بود نه، درخت و جنگل و بیبایی. انشالله بخیر رسیدیم دیگه، پیروز شدیم. مبارک همه ما باشه، مبارک شما باش دوستا. گم نشدیم، یک چند روز هستیم یک دیگه خودم میبینیم. چی میگه دور زندگی است. بچه که تو هم رنگش نامده سر جای خود. دوستا سلام، انشالله خوب جور سلامت باشه دیگه. من امیدم خدا را دوست نداده بودم به خاطر از اینکه تانکی سعی میکردم میگفتم برم یک نصف روز بگم خلاص. بچه ها پرسان میکردن چقدر تیل داری؟ میگفتم 4 روز تیل از نک برام میکردم که باش کال یا نمیگن که تیل خلاص کنه دیگه چطور کنیم. خدا رو شکر که بخیر رسیدیم دیگه. نه عالم شکر، خدا رو شکر که بخیر رسیدیم. عالم گرچه دور معلوم میشه ولی خوب است، حداقل می تو که در چوش میبینی باز میتونی یک کار کنی. دیروز هم دمی چند روز دیگه که دمی کوه داشته بودیم، یگانه نصیحت من همیشه بر بچه‌ای بود که میگفتم که یک کار کنیم که جنجال ساز نشه، چون در وجود یک جنجال ساز شده خدای نخواسته دیگه ما از اینجا خود کشیده نمیتونیم. و یگان جا که یک متسکلی بود یا یک نفر بود دیگه خود چی نبود نه. اونو بچه هر سایکت دور را سعی میکنه فقط که لب دریا ششته باشه. باش کجا شده؟ اونو دریا رو سیل داری؟ نه دریا نیست. چی رو میبینی؟ بیشتر دور سیل باشه که زود برسیم. آفرین هایم خوب. بیشتر یک دفعه دم دل ما تیر شد آجی. چی؟ ما گفتم که ما آجی لطیفه میگم که آجی نمیتو که روان هستیم تپه میای کو میار باز میریم تپه بیاین که دور بخوریم. تو بکای هم تو بریم. فهمیدی؟ باز گفتم برو بازش چی میشه آخرش. نه هم قانون کو یا میشه که وقتی که میری فکر میکنی که زمین تپه بگذارم خلاص میشه. خلاص از دیگه تا برس دیگه. خیلی ببینیم ما رفتم راه ها ای خو اواره مثلا این تو که گفت قانون کور گفت پیاده روی کردیم خوشحال که این کو خلاص میشه. اون میرفتیم دیگه شی دیگه دوستان ما قولی که داده بودیم بجا شد. اگه یادتان باشه گفته بودیم که بخیر سرک پخته خونجا است. ما این زیرا میریم که ببینیم چی گپاست کیها هست این مسیر چه سخناست. خدا رو شکر که بخیر سپری شد، رسیدیم ولایت سرپل بخیر. باش بریم پیش از پیش قول نمیتیم بریم این سوال کنیم کجا شلگره دیروزواری نه چند قرار دیدیم شلگره باز آخر دیگه نه رسیدیم انشالله بخیر. کمیام سرپل باشه نباشه. سوال گوسفندی رسیدیم بخیر. درفته باشه. نه در چی پای نه؟ جغل اندازیش معلوم میشه که سرپل واریه به خاطر این توی سرکا داشت و من چون نگه همین نشانی پای دیگه دیروز خیرم هم گفتم که این خانه و اینی نمیفهم جای سرپل واری معلوم میشه ولی نبود. بعد از اون چند جای دیگر آمدیم نبود دیگه. امیت میریم بخیر ببینیم که چه گپاست. باز اونجا که رسیدیم دم اولین قریه اولین جایی که رسیدیم اینجا اول دل ما خوش بود. یک جای دیدیم فکر قریه از دید آمدیم که ایلاق بود. حالا اونو پای تلفن دیدم دیگه. بریم بخیر باز دوستا ما و شما هستیم. اینو دوستا بالاخره رسیدیم به قریه و قصبات و دیه و دهات. خدا را شکر بخیر و به خوبی و به سلامتی همگی رسید. اینال دیگه بخیر بریم دیگه که کدام طرف مسیر ما میشه. دوستا اول که سلام دو دیگه بسیار معذرت میخواییم چی رسیدیم یعنی که بازار اولسوالی سانچارک است. خود ما رشانتیم ما از اولسوالی گوسفندره تیر شدیم در مسیر آمدیم یک جای آمریت معارف اولسوالی سانچارک. کیر گفتم شیرین گفتم بچه شیرین می جایی است که طرف اولسوالی طرف دره پاله گوسفندرک میرفتیم اون سو است. باز گفته همون رقم است
باز هم درام مشکوک شدم گفتم بابا چه ایمون نباشه گفت نه دیگه خلاصه کل اگه مانده و خاصه یک دفعه اینجا رسیدیم سعی میکنیم که بخیر در ولسوالی سنچارک رسیدیم بچه‌های پریشتان همه چی میگه ارتقایتان بسیار تبریکتان باشه تبریک کلگیتان باشه دیگه واقعا شما یک ورزشکارای حرفه‌ای هستین ما تبریکی و تیمه میره پرش دادم یار از یک گل والی تیر شدم در سنگ چارک آمدم بابا تبریکی نده تو گم کرده بودی گم کرده بودی باشه رسمان تو خودشم بچه‌ها بودیم میفتی سبرو گم کرده بودی اینا خوب است بازار پر جام و جوش است موضوع پایینش بریم یک تبریکی دیگه هم باشه که این قصرک حال نو پخته شده فکر مو نبوده بودک بخشی زمستان خونه کردن دیگه این بازار یک از پرجمعیت و پرجمع جوشترین بازارهای افغانستان البته در ولسوالی ها دیگه که ماشاءالله به دوستا که یک هتل مفشن قشنگ چیز سنگچارک ببینیم که چی میده بریم بفرمایید بخیر دستار نمیشه دستار نمیشه دوزه کن بخیر بفرمایید چرا نیاش چاینکی و چی از دوستا داخل یخچال بگیرید بایارید بفرمایید بخیر نمیشه دستار تازه کنار همچین اساس برنامه که بچه این کل چیز هم داره بخیر قابلی خوردن قاشی چاینکی کبابای بطار حالا که یک چاینکی برو دیسک بشو اول ما پاک بشین خب چند روز بود ما و شما دو بین جی 4 قابلی بیار خب یک کباب یک چاینکی صحیح شد دوستا دیگه جایتان خالی لوحر دیدین دیگه و موقعیت هم دیدین پریش و ارتقای ما هم دیدین دیگه شکر آوردی؟ ما چای خشران دو این بچه های امید که ناامید شده بوده دندم کلش خراب بوده ما معلوم نیست از چند سوالی تیر شدیم از سوالی زاره تیر نشده کشنده تیر نشده باشیم بیخی ما آمدیم همون جای سوال کردیم گفتیم گوسفندی گفت همین جاست نه خود سوالی گفت همین راه گرفته برو یک زمان آمدیم باور کنین که همین راه پیش آشنا بود خب گفتم شیرین همونجا که طرف در پالا میرفتیم گفت یک زمان اینجا آمدیم که رسیدیم مستقیم به خود ولسوالی با خصوص هم زیر نه درختا که بود نه بخاطر بود چی برای باید بود یک چند روز بود در کوه و داشته بودیم در اون سبزه و جنگل دید معلوم نبود یک دفعه دیگه همینجا باز خیلی ببینه بنده خدا گفت شما اینجا گوشه باشین گفت که چی است مانده شدین خسته شدین آجی پالوان یک شکر خدا شکر برا بگو شکرش از کجاست بیتی چای بیتی اصول مردم اول بوره من نازه با سر چای این کاره ببینید که میگیلا دیم حالا که بعد جان جنگ نگو نه بچه همی هر چیز یاد بگیرین خب ما تاکای هم خودتان در خانه اجا زندگی میکنین دیگه میکنین یاد بگیرین بیا از نو پرتال دیگه حال شده دیگه حال خیره شما خوب کردی بس خوب کردی کچی نگرد خوب کردی حالا تشویش که در رایستی بس شبو بخون بس دیگه لالا نه بس نگفتیم باش خوب میگه شکر برا بیارون دیگه شما بیار دارم پرتو آقا شمسون بیار او چی جنجال نداره یک دونه قاشق کنال سلطان میاره سلطان قاشق بتیم دیگه خودتان بری به زحمت نساز اگه چی میکنین برو من بندازم باش که ما برم بشه قاشق سلطان نمی سه که قاشق هست سای که نفتی سه زاده کی همینجا دارو میخوره یک ستا بیاد بالا نمید نانم بگو دیگه قاشق من هر چی که بگی دوستا یاره چی میگن چی دیگه بگی مثلا بیاد میگه خوش هر چیز که بگوی باز بگه خوش لبک لبه علی خان بله علی خان دوستا دوست علی خان نمال پیش میبینین باز همین پیشتر میگم علی خان جان نگوید تو بچه همین دیگه که هم کرده بود در پای من شده بود دیگه توتیه نشده بود دیگه نه شده بود نکو که خالا باز مسیج میکنه میگه نه خیر یک طوله نواخته بود سر نه نه کسی دست نمیتر سیگو بیت قال بودی نه وقتی پشت گپ که تا داشت
این همو الخان کس همو چی رو بخانه خو میشه دو دانه است میگه که بچه همو جان دختر همو جان نه یکیش باز میگه جان مچم چرا شرمندهش نمیگه خجالت باز مثال میبخشید الخان هم پیشتر زنگ بکنید جان سعید یه از قابلی است. سرپول نه در بسته سمت شمال سرپول خوب ترکاری زیاد میاره یک چیز دوستا مردم سمت شمال فاریاب سرپل میوه زیاد استفاده میکنن. دو سال دیگه اومدن گفت خشکسالی کشت کار نشد که مردم نمیخوره. ولی حال چی است؟ خشکسالی گم شده کل جای کشت کارشان نشد. نه ارزان ترین میوه رو واقعا دمی ولسوالی دم بازار ما خریدیم دو دانه تربوز دو دانه خربوزه خریدیم 110 روپیه شد هیچ باور ما نمی اومده این از این طرف بازار ماشاءالله بختری زیاد است تابستان به این دشتا که آمدیم ولی خربوزه پر است تو در پالیسش اونجا باز اگر گیرت نکرد خربوزه بخور کار نداره کارم نداره زیاد از زیاد است باشه کار نداره لوبیا بیا میم انشالله نه پناه بخدار کن پخته کرده شیرین خیلی بالا خوش حالا یا خوب آقا جون سمتون خوب لوبیا پخته کن شیرین از خیلی ترمز خوبته چی وقت؟ خالی شد که ما اینا مرا بگو بسیار زیاد میبخشید خدا چای خدا چپا کردیم چی؟ بر ما نو پختم یک نمیبینی شرق قصر زدن است مسیح مرا خانم اینجا تو باشه اگر میشه فردا قصد میگه بگیرین بچه قابلی است. یک تو قابلی و سبتی امیرم بسیبان اگه نه دیگه وقت از مر باید زود می آورد نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم نوش جانتون نوش جانتون کباب چه تو زود ردی شد ما کباب منم فرفره بکنید ولاد از ما تو خو اما نان ترکاریش هم بتی نان ترکاریش هم بتی نان ترکاری از کباب اینجا با نه نان از این اه لوبیار چپا نکنی این حال بابا شروع کن دیگه دوباره است که اما نان نبیتی تو اوی جانم هستی سلطان خدا یارد از این پشت تا دست چی است شام یک تو چی بی بته چطور است نان بدلت است بخیر خوب چیزا پخته کردن نه اینجا دیگه هیچ هم دیگه نان و آشپزی و میششتی چرا دیق شده پشتش ها نه حالا موجو سایز خیلی با موتور نورگل یک چک کو کباب شد خراب نباشه این جبان اینی پارت نورگل اینجا چک گدوان کردن میخوری کلا سایک آه کلا نورگل یک چک کو سه مراد چک کو حاجی این تو بگید که خواهش کل شکرم میشوید بکن نه اینجا دن شیرین نرسید دوستا جایتان خالی دیگه نفی فرمایش بس میده ببینیم من نیشک با فرمایش میدیم بگو میارم بابا چایگان دیست اینجا بوده بود اینجا موجو سای کنم تو رم نمیتم بتم نه میگه نفه تو زارا میخوری مالم خوشو که تو چاینکی از دوستا دیگه جایتان خالی ایشه دنبر سعی کنین گوشت سعی کن گوشتش ماشاءالله چقدر گوشتم میمونه فکر دنبش اما تو میکنم لالا بیا شروع کن دیگه هیچ پشت نگرد نه نه خوردم قابلشی چی؟ خوب مزه‌دار خوب نوش جان کباب دلت است اگر بدل تو نه یه چیز دیگه براتون
دوستا جایتون خالی به واقعیت یک چیز خوب پخته کرد. بیا گوشتش دستم شروع کن. خیره باز که دوستا قسم میکنیم. دوستا جانم هستین جایتون خالی همت نان مزدار نوش جان کردیم میت بود که یک چند هفته بود در کوه و دشتا بودیم گوشنه بودیم دیگه بخیز خاک و چیزا شغال گشته بودیم. اوش گپ نده. آمدیم دیگه چوب هم گرفتیم یگان مخالفات هم گرفتیم آن پالوی علی خان. علی خان کجایی تو؟ 3 ساعت صدا میکنیم هیچ صدایت نمیاد. دوستا خوش خلینگ سر پلگه. السلام علیکم علی خان. بخیر هستی جان جون خیراتی؟ سلام علیکم. جوره علی خان. جان جوره دامی بخیر هستی چه کپاس. اینا شیرین فارسال واقعیتار گفتی خالی جان تلا نمیکنه. تاشو تاشو بشه تاشو دیگه حال نشد اگه قرار بود بترسانه. بیا سر بیا مو می. سلام علیکم برادر جور هستین ماشاءالله. علی خان سلام. بخیری. مایک یگان اشتکان اومد. بچه که زنگ بزن بیاید تا اینجا. بچه هم شهر هیچ که نه خودم اینو میکنه ها؟ خونه یک ما بودیم. نه دیگه. یک چیزک بود میبردی تا اونجا. نیست اشتکان نیست؟ اصلا تا دختره که او. ها. حال پس میری آب پس باره دیگه تا صبح میایم و نا خراب میشه. نه؟ علی خان جون. علی خان پیشتر زنگ زده بودم او زمان در گوسفندی بودیم خال خان علی خان قصه دارم کردید جون بقرو جون. علی خان چی آوردی در پشتت؟ این یک دمپوی میتونم. خب شیرین میگه بر ما بسکویت آورده. علی خان شیرین از یاد دوست داری؟ این غلام جان هم است این دیگه اون تگان کارام میکنه دیدی پارسال تو در وقت چی دیک کردن خود دیگه لوج نداره بنده یا یگان تو میره جوست تالی خالی باور کنید خط نه خبر نه حواله. ما همینجا هستیم. حسابات گمان چطور بود بارانا خوب بود بدلت بود امسال؟ انشالله بیخی امسال یک سال پرنیمه دی اساس آمده. دیدی چه وقت میشه انگورا چه وقت پخته میشه؟ انگورا ولی خیلی وقت داره. بس عجله داره نه چه انگوری بود امسال شاید از او کدام خوب شوانه امسال میریم باغ بای فامیل چیزی که جمعش میکنیم میبریم. انشالله اونجا بود. علی خان بچهای جدید رو استاد خوب هستی؟ خیراتی جان تان جوره؟ قرار است بخیر هستی؟ سلطان بدل تا سیکو انشالله خوبه. کی چطور از راماکی سر این راماکی پارسال هم چطور از بدل تا گفتم غلام جان خوب است. بریم میمونه یک چای بخوریم. نه چای نون هم خوردیم. میریم همونجا میریم میله میکنیم باش امس بریم گوسفند آوردیم تا کوره بکشیم دیگه کنیم. چاقو چاقو آوردی؟ این مثاله مساله میبینی؟ شیرین هم که از اسم نه که ایتیسم نمیشه دیگه نکو چه نکو کار دواز کو چیکار داری الله یک سایت کنی گاو اونجاست چطور از همون میشه کدازی بریم با شما قصه کده علی خان شیر برسانه بیا دیگه ما چاقو باشه ما مساله بگردیم. نام منطقه چیز علی خان؟ علی خان نام منطقه چیه؟ نام منطقه چیه؟ چشمه شیرش؟ اینه چشمه شیرش بچم چه کرده بچه ها؟ خونه کتانه؟ خونه که دوستا دیگه خوبه دیگه. تام میری که ما؟ تام میری؟ ما بریم دیگه آخو دیتا و فضا که نگردیم سفر میلغه سلطان بدل تک دوستا یک چیز است که لب یاو برسیم یک دستری خود تازه کنیم بود مود کالا مالا پوشیم بیخیم تو شغال گشتیم. یک دانه بوت کلگی گرفتن اوسو ماندن حال چپلقار پوشیدیم
یک ذره سرد است اگه نکنیم او گیر میکردیم تا میشدیم. خب بازم خیر است یک چی میکنیم چوب آوردیم خب آتیش میکنیم گرم میکنیم یک بسروخ میشه. نه یک تا دلت نزدیم که گپ دیگه بزنیم. بگو. دلت نزدیم گپ دیگه بزنیم. ما فقط چیزی را کار داریم بدل چی باشه؟ فولاد باشه. فولاد. بدل سلطان هیچ سلطان چطور؟ سلطان خوب گپ. سلطان قلبا. خو این تایکو لبروی آسمان کشال از خاطر ببخشید دیگه. خدا کنه که نه خدا کنه که باران بکنه خود دلش چی نشن سیل نبیه. اگر سیل بیایه ای وای ای وای دوستا وقت این منطقه چون چندین بار آمده ما اینجا و این منطقه و گشت گذار ولی حتی با این جنگل رو شما دیدید یک دفعه صحبت همینجا دیدن نه دوستا ولی خیلی مردم مهربان دارن مردم مهمان نواز داره. یک بار آمدیم امی وقت سال بود چه کردک موتر اینجا خراب شد. یک آجی صاحب امیجا بود گفت چی میکنین چی نمیکنین کال رفت نشان میدیم گفت بسته باغ و خانه و روز و روزگار در خدمتتان خیر ببینه. دیگه سال که آمدیم باز بیخی وقت انگور یا بیخی رسیده بود. او خدا رفتیم او بچه بهترین انگور سر پل داره. تا کار ندیدید مسیر را؟ دیدم. خب چند واره مو تو مجمع برای شاق مانده؟ هر جای هست. بعض ولایت هست انگور بسیار زیاد مشهور میگه. انگور سر پل مشهور است. خب انگور سیاه داره و انگور سیاهی که سابقا شاه‌ها و امپراتورها میشه میکردن خب بازی را لغت میکردن. ایره لغت میکردن اوش یک جای پت میکردن بازی را میخوردن. اوای گنگسکی. سلام بچه‌ها خوب هستین خیراتی است. آینده وطن. فهمیدی چرا میگیم؟ یا بفهمونیم. فهمیده خوب بعضی کسا رو باید خرفام کرد. نه خوب است. طرف پکتیا ولسوالی به نام ولسوالی زرمت میگه. اونجا منگور داره. باهای انگور. اوه. یک ما قصه میکنم. ولسوالی زرمت میگه بسیار انگور داره. باغای انگور است. مگه انگورش مشهور نیست. شفتالوش مشهور است. نه شفتالو بخوجه نیست. یعنی مثال خربوزه از مزار مشهور است نه؟ هر جایی که چیز مشهور خواهد داره. یعنی کلا روانکیس بین زمین ها کلا تاکای انگور است. خیلی زیاد. تو قبول میکنی؟ یعنی باغ کرد. حالا خوب بگی حالا. نه. یا خوب بگو یا پوش نگرد. حالا بگم که نه خوب شاید هم باشه حالا خب من نمیدونم شاید هم آدم دیگه. ما همین آدم دروغ نمیگه. خب آدم بشه. این آدم من میشناسم خیلی سالاست من رو میشناسم جناب. دروغ نمیگه. دیگه بسیار انگور خوبش داره بسیار مزه‌دار. معلوم میشه تاکای انگور. بیشتر در مورد قصه کردم انگور سیاه گفتم نه؟ معلوم میشه. دمی باغ انگور سیاه داره. همیشه چند شب تیر کردیم ما شما دو شب. موتر ما خراب شد در اینجا مانده بود. آجی صاحب خدا یارت خیر ببینی. بابا چیزی امی یک خیل موتورسیکل نه؟ نمی‌تو. بلند. ایریزگاه کوی چاتی جا کار نداره موتورسیکل شاهزاده کن. هر کس انگور مزه‌دار میخواد بیاد ولایت سرپلانی چه وقت؟ صبح یا دیگه صبح بخیر. سر میوه گرفتیم. رامتی صاحب گفت که قیمت او اینجا نیست. گفتم نه باز گفتم باز در وقتش که باز اینجا بیایی. ماشاءالله اگر کم فرایمانیست که تنها 4-5 رقم خربوزه است. تربوز. خلاصه انگور هر رقم میوه بخوای پیدا میشه خصوص امی بازار. یک از بهترین بازارهای ولسوالی افغانستان که تو پر جمع و جوش پر رفت آمد میوه و ترکاری همیشه پرست. از هتلش معلوم بود دیگه که چقدر مردم یکی هتل چقدر بار بود. در یک کوچه شاید 7-8 دانه هتل بود. این ولسوالی این هتل وقت چی است؟ کم پیداست نه؟ علی خان بله یارا دمت گرم علی خان. دوستا ما یارای با وفاسیم به خدای نه هیر قسم خوردم برات. هم یک جای که اول رفتیم یک چیز از نمیفهم بسیار به سختی به یک تعداد هم چی میگن امی سلام علیکی نه سلام علیکی عادی به هم داریم به هم انسانیت به هم بشریت احترام خاص قائل هستیم حتی صبر امی هر چیزی که زنده جان باشه برش احترام
خاص برش قائل هستیم، برای طبیعت به هر چی که باشه. ولی با یک تعداد دوستا بسیار به دیری دوست میشیم. وقتی که با دوست شدیم تا آخرین مرحله زندگی، تا که زنده هستیم وفادارش می باشیم، تا که هستیم با پاس اونمو بیادری، با پاس اونمو سلام علیک هستیم تا آخر. علی خانی که ما و شما هم یک بار دیدیمش که اینمی کارای اینمی چی را میکرد، اینمی فارم و اینمی باغ، اینی باغ پیشش بود. وقتی که همون سلام چیله ساوز از بسیار چیزا سر از او فارم است، یک تا فارم است. باز اینجا که رفتیم از همون وقت دیگه شماره را بدل کردیم، حتی اینجا تلفناش کار نمیکرد. دفعه بعد که آمدیم بخی خانه به خانه را گشتیم کجاست چه رقم میره پیدا کردیم. دفعه بعدش با این حال با یعنی همیشه حال خوب است، این سهولت ها شده، همیشه برای زنگ میزنیم. باز یگان روز صدق میم لطیف هم میگم لطیف چی تو بگی به علی خان یک زنگ دی، چرا زنگ دیم؟ میگم فقط این صداش بشنویم. بازی زنگ میزنه علی خان جان جان یا علی خان بله ایت تگلوکس میگه یو همون تو دیگه دوستایی که زکریا با چرا زنگ بزنه باز میگه میشنو. باز یک روز خودش زنگ زده بود دوستایی که میشنو ما تو زنگ زدی میشنو. خب مانده نباش واجی جور است. ولی فکر کو از لحاظ طرز گپ زدن فکر میگی حتما اشتباه رخ شده یا چی نداره، ولی مو از اون سیستمش هم تو باز شیرین زنگ میزنه میگه میشنوم. اینا رامکی صاحب بیا یک سایکو تا کاینگور اینو پاککاری میخواد جویش بسیار ولی جا دوستا هم سیستم تاکداری جا بیخی دیگه قسم است. راستی که دیگه قسم است. و تاکوی زیو آجی تو خوددادگی است میبینی؟ یا می رقم است دیگه. یا بسیار تنبل از خو کردن ولی دیگه نمیفهم، شاید به خاطر اوش یا هر چیزی که باشه دوستا دیگه اوش نمیفهم، به خاطر یک بیاو است اینجا. یک باری که اینمی جویا رو پر کردن شاید دیگه باز نشد ما یک دفعه یا دو ماه بعد یک دفعه بخوره. رامکی برو یک دو خوشه بیاره. بره رامکی یک دو خوشه این بغل. اما دم یا دورش نه دم. همیش شنگل خانی بکن. باش نه. تیز میشم. چی؟ کل کاروس. کل کاروس برو دیگه. این نیرمو بلند خب دست میرسه بگی. دست میرسه. در کدام خوش کشمشی هم بود دبینش. چی را؟ نه بیایید بیا یک چیزی بگو سایکو کشمشی مرده که کفن یافت پای دراز میکنه. مرده. این مثال از چی رقم بود؟ کفن یافت پای دراز میکنه. نه دیگه. پای دراز میکنه. این یعنی یک ثقیل است نمیفهمی باشه برات بگم. بسیار فلسفه زیاد. میگه بعد تعداد چی مردا میگه کفن نمیرسه. خب وقتی که باز به کفن یک تعداد میگه مردن حق است، کفن بردن در شک است. به بعضی کسا میگه با کفن پیدا شدی مرده پای خودم دراز میکنه یک کم دگان باید باشه. یک کم دگان باید باشه. خدا یارت. دوست ما گوره. یعنی چوق. حالم تو انگور نمیرسه باز تو هم کشمشی شبیه. ای چاقو رو میگم فهمیدین؟ اینجا کدام لوحه گک زده باشه چی نشسته برو؟ حیاتی زنانه. خب حیاتی زنانه و گلدوزی گلشن. اینی خانگک کی ساجی؟ آجی اینجا شاید انگور نگاه شود نظر من. این سنوی خوش کن الله. سایگی خانه است بچه. اینجا انگور نگاه میشه. اما سایگی رو نمیفهمی؟ خیلی چوقوی علی خان باشه تا وقتی که دست ما جور شه رو بتونیم باز کرده. نشد. اینجا یگان گل لاله می باشه خو نیست نه. من شار کلان هزار سال زنده باشه لطیف جان نوجوان شمال چو میده میده گلاب چو رزه رزه به خانم کاری کاری شیلایم شده جاری با تو میگم آجی جان از ما بانه یادگاری شمال چو میده میده گلاب چو رزه رزه. نام گلاب نگرد چه که میخوانی.
سایکو اینال سایکو کل زمینو انگور است انگور خاو کردنه خاک است چه انگورایی داره جان علی خان علی خان خبر شد شب یا که یک فوتا میکنه پس دور میخوره چای بخور سبایی چند تا صد گرفتی؟ چاکلت شیرینی من با تو اون همه کلون بر یاد گناه گرفتم موجود امیرم نمیمانم در جان مکنیم اونم تو بل بزنن اینجوری چاکلت های مزدار آجی جانم بکن یک دانم چاکلت یک تا با که سلطان هم بتیم نس کنیم بیا سلطان میخوری سلطان سلطان بیا او چی بیخ بی بی کلانا واری جیب که تا پر همیشه وقت کردم من بگردم دانتون شیرین است من دانتون من تلخ نمیمانم آیسا خوب هستی خیراتی است وایسا مانده نشه تو سرعتی میره از واجی سه ارغا خرش ارغا ما بچه ها بشینه کدکت از بخیر کج علی خان ما دلم است امروزم تو پایدان کشال بیا آستا بیا چی میگه الخم؟ نگه گل کردت نفر تلفونه؟ علی خان جان این منطقه چه نام داره؟ منطقه سنچیل گذر؟ بله سنچیل گذر این دوستا سانکل گذر هستیم فامیلی ما و شما دیگه شما علی خان هم هست کده ما علی خان هم هست سنچیل گذر علی خان جان است این جان است خور دوستایی که هر وقت علی خان بگوی جان علی خان جان جان دوستان